بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که هیچ وقت ترس از دست دادنش را ندارم. سلام به تو عزیز دلم. من سید علی موسوی هستم، آقای تحول، و شکرگزار خداوند هستم که در این لحظه میتونم با تو عزیزم صحبت کنم. خدایا بی نهایت شکرت که میتونم حرف بزنم. خدایا بی نهایت شکرت که میتونم بشنوم. خدایا بی نهایت شکرت که میتونم ببینم. و خدایا بی نهایت شکرت که همیشه نگاه ویژه‌ای به من داری. امروز میخوام باهات در مورد حال خوب صحبت کنم. به این دقت کردی که خیلیامون به دستاورد میرسیم اما حالمون بده، ازدواج میکنیم اما حالمون بده، با یک نفر آشنا میشیم بعد از یک مدت حالمون بده،